پسر من تهمت کرده سعودیان که این 45,000 دلار گرفته است. این پسر من آدمی پخته، میخوندگی، میدونستگی، هیچ وقتی دنیا اینقدر خودش به آورو نمیکرد، اینقدر خودش پس نمیکرد که دلار دنیا را در پیش این پرت آینو بگه که من همینا را ویزیتکا گرفتم. اینا ساختکاری کردن که همینا برهم بتیم. در همه جا کمبودی میشود، نه که با این مثال کمبودی که پسر من تهمت کرده سعودیان روان نیست در کپوشو. هیچ روان نیست. کدام سفید کننده یکی نباشد برای این حزب او حزب فرقش نیست. این میآید چی میکنه؟ حمایه مینه. کدام که مردانه ای هیچ کس نمیترسه. گفش باید روی راست بزنه، حق بزنه، توغری بزنه. اینا باشن بچه من تروریست براوردیان. من میگم که زازگاهش چی پسر اینا ای ازبکستان تولد شده، تروریست تیار کرده سعودیان ای سال 72. آخی این بچه 71 تولد داشت، یکم تولد خونه ده تولدش کردن، دویم اتاجنده ساعتای 10 پدر ای در کماندیرافتا بود روز جمعه به دنیا اومده است. حاضر با ساختکاری کرده سعودیان که سیم زن داره ما زن ایره میاریم و ایزن رو پرو بینیم. نه که در قرآن شریف نبرارن اگر خطا نکنیم توبه کردن گپاشون دروغ است. زنک مردک یک زن جدا شد به سبب ناگناه خودشو میدونه. من زندگی نمیکنم خطی اینو. پسر داره، دختر داره، جدا شده قانونی در کوچه نعمت قربایف زندگی مینوی زنه. اینش در کوچه رودکی زندگی میکنه، یگان زن ندارد. بچه من دو تا عیش داره، دو تا عیش داره، 4 تا. اگه ایره یک عمر که بتیان ما چیکار میکنیم آدمای پیر؟ خرانده ما همین بود، همین ما رو تامین میکرد. پدر پیر داره در جنگ افغانستان خدمت کرده ساده است، خدمت کرده، گوشا کرشیده، لاغره هیچی نمیفهمد. 7 سال 8 سال وقت کار کرده در جنگ افغانستان. ای سمالوتی های بینگ آخی بچه کار میکند که این آردمش میکرد. 500 سالمان میته، 500 سالمان مردک میشه که چشماش آجی شده به دورش نمیرسد بچم. اگر باور نکنه بابا پیش پدرش بره. اگر باور نکنه خونه اینا برویس نمیکنه که من در چه شرایط زندگی دارم. من دعوا ندارم. هموش دم شکر میکردم که بچم همین روز تلفن کرد من خرسان بودم. همین روز 100 سال میدان من خرسان بودم که بعد 100 سالمان دولت با کوشش میکنم. امروز بچه من گناهکار کردم. ما کجا بریم؟ یا خونه من اینا دماوای من میشم بگه که گرفت. خونه من بگیرم من کجا میروم؟ زنش میگفت که زنش در دپوتات کار دستگاه میگفت که مردک در اینا قطعی کار نکن روان نکن. میگفت که زنک منو نترسون باید که مردک ناترس باشه. همیشه حقانی را بگم، همیشه کسی که بیاید من حمایش میکنم. من حمایتگرم، من دیگه وظیفه دیگر ندارم. همین خیلی میگفت. اگر زنش میگفت راستی من دلم نمیشیدم که بچه ما آزار بودیم، بچه من نمیخواستم خفه کنم که با میگفتم که حالا خفه میشه باشم. خیلی همین 1 سومن بتیه شکر، نیم سومن بتیه شکر. نتیام فکری من در دلی ویاس کو مادرم بشنه یا تشنه داروی من همین میآورد، نونی من همین میداد. جایی که بود به عزت حرمت پسر بودم. این روز ما را یه بار در زمین زدن موندم. میخوام که بچه من شکست بتیه. آخه من نمیدونم که چی مقصد داره. همین گپ دروغ چاپ کرده شده. روز دراز من رادیو خبر گوش میکنم، مقصد رادیو آزادی گوش میکنم، تلویزیون نگاه میکنم، گریه میکنم، گرد حولی نیوان در رایان رودکی میگردم.